نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات. به نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاه به مطبوعات. شنونده های عزیز، خوشحال هستم که باز هم حسیب العابد در خدمت شما از آن قرار دارم. می رویم نگاهی به رویدادهای یک هفته اخیر کشور و جهان می اندازیم. پس تا آخر برنامه ما را همراهی کنید. در نخست از ولایت غزنی شروع می کنیم. ده پروژه آبرسانی و صحی در ولسوالی‌های ارجستان و مالستان ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شدند. گزارش را همکارم ذکرالله رسولی در مورد تهیه دیده است که با هم میشنویم. به تعداد 10 کار زیابی و 187 چاه عمیق و یک تعداد پروژه های زیربنایی دیگر در بخش صحی در ولسوالی‌های ارجستان و مالستان غزنی بعد از ترمیم و بازسازی به بهره برداری سپرده شد. ریاست انکشاف دهات غزنی میگوید این پروژه ها تحت نظارت ادارهشان به همکاری مالی مؤسسه پن تطبیق شده که نزدیک به 15 میلیون افغانی هزینه برداشته است. ټول پروژه دلته چې موږ په دواړو ولسوالیو کې کار کړی دي، 180 څاګان موږ په دواړو ولسوالیو کې کار کړي چې په هغوی کې بعضې کلوریشن سوي دي او بعضې ترمیم سوي دي او بعضې نوي له سره رغول سوي دي. یوه خبره او دوهمه خبره دا چې په دواړو ولسوالیو کې موږ تقریبا 10 کاریزونه پاککاري کړي دي. بعضې کاریزونه پاککاري سوي دي او د بعضو بیالې جوړې سوي دي او بعضو ته پاخه اودونه جوړ سوي دي او بعضې د کاریزونه هم شته چې هغه اوبه یې ډېرې لرې وي او پایپسکن سوي دي. باشندگان ولسوالی‌های ارجستان و مالستان میگویند که با عملی شدن این پروژه ها برای آنان سهولت‌های به وجود آمده است. در اینجا وقت آو خوردن هم نداشت، حالی الحمدلله در اوضاع جمع شده، حتی میشه یک لباس شست، میشه که برادر دم در بالش استفاده خوردن کرد. این بسیار در زندگی تغییرات زیاد هم ده. دې کار باندې موږ ډېر خوشاله یو. استنادي دیوالونه جوړ شوي دي په عثمان خیلو کې، په غافر خیلو کې او کاریزونه جوړ شوي دي په رضا خیلو کې. البته د اجرستان په سطح باندې ډېر کار شوی دی دلته. اجرستان و مالستان از جمله ولسوالی‌های دوردست غزنی می باشد. باشندگان آن میگویند که سرک‌هایشان خامه و از کوه‌ها می‌گذرند. آنان از امارت اسلامی خواهان تطبیق پروژه‌های زیربنایی بیشتر را دارند. کار ساخت 3 شبکه آبرسانی در مربوطات ولسوالی‌های ناوه و گیلان ولایت غزنی به هزینه بیش از 20 میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شد. ریاست احیا و انکشاف دهات این ولایت میگوید که با ساخت این شبکه‌ها بیش از 800 خانواده در ولسوالی‌های مذکور به آب آشامیدنی صحی دسترسی یافتند. همکارم رسولی با جزئیات بیشتر. رسیدگی به مشکلات آب آشامیدنی صحی مردم در غزنی. 2 شبکه آبرسانی در قریه‌های فیض‌آباد و اسکندرخیل ولسوالی ناوه این ولایت به ارزش 13.5 میلیون افغانی به همکاری مالی مؤسسه یونیسف و به هماهنگی ریاست انکشاف دهات غزنی اعمار و به بهره برداری سپرده شد. 13 میلیونه بودجه وسیلته موږ په دواړو ټانکیو باندې مصرف کړې ده او هغه ټانکي ټول حجم د هرې ټانکۍ چې 6 متره مکعبه هرې ټانکۍ هغه انداز درلوده. یو مستفیدین کورنۍ هلته سوي 404 کورنۍ هلته په دواړو کلیو کې. در همین حال یک شبکه آب آشامیدنی صحی دیگر نیز در قریه حسن ولسوالی گیلان غزنی به بهره برداری سپرده شد. د دغه پروژې هغه ټول حجم چې ده 6 متره مکعبه هم دا حجم لري او 4.5 میلیون افغانۍ دلته په دغه پروژه باندې مصرف راغلی ده او مستفید کورنۍ 5,320 او شیردانونه 200 دي او د شبکې ټول اوږدوالی 6,500 متره پایپ غځېدلی په دې ساحه. باشندگان این ساحات که قبلا مشکلات آب آشامیدنی صحی داشتند اظهار خوشحالی دارند. بیخي له لرې مو اوبه راوستې، اوس دومره زیات خوشحاله یو. په دغو 2 شبکو کې تقریبا بیخي زیات کلي له اوبو څخه له پاکو اوبو څخه برخمن سوي دي
او ښې پاکې اوبه هر کور ته رسیږي. اوس په یو څښاک اوبو باندې خو د خلکو ګزاره نه کېږي او نه په دې باندې د دوی کوم ضرورت پوره کېږي. نو موږ غواړو چې له دغسې امارت څخه باید چې موږ ته خدمتونه وکوي، نور وکوي. موږ بندونه راته وتړل شي. این شبکه ها در حال در این ولسوالی ها اعمار می شود که آبهای زیرزمینی روز به روز در حال فرو رفتن است. با گفته آگاهان ضرورت به مهار بیشتری آبها در کشور می باشد. برای نزدیک به 100 زن و کودک زندانی در غزنی بسته‌های کمکی زمستانی توزیع شد. مسئولان میگویند این کمک ها بخشی از برنامه‌های حمایوی برای بهبود وضعیت زندانیان به ویژه زنان و کودکان است و با توجه به سردی هوا نیاز آنان به وسایل زمستانی افزایش یافته است. با گفته مسئولان در این روند 42 کودک و حدود 65 زن مستحق شناسایی شدند و برای هر یک کمپل لباسهای زمستانی و کیت‌های حفظ الصحه توزیع شده است. دغه مرسته چې په دې کې کمپل او جمپر او بوټ او جراب او بنین دغه شیونه شامل دي. دغه د غزنی ولایت د محبس د اطفالو لپاره چې کوم راوړل شوي نو دلته تقریبا 42 ماشومان دي، اطفال دي. نو د هغوی دپاره راوړل شوي او نن به ورته توزیع شي. دغه د یونیسف د مؤسسې او د زموږ د غزنی ولایت د امور اجتماعي د ریاست د هماهنګۍ په هغه باندې دلته راوړل شوي او دلته توزیع کېږي. دغه مرسته خو د ریاست کار امور اجتماعي په هماهنګۍ د یونیسف په مالي لګښت باندې چې د غزنی ولایت محبس د مرکز اصلاح اطفالو لپاره 42 کسانو ته د مرسته توزیع شد. در همین حال شماری از کودکانی که این بسته ها را دریافت کردند از فراهم شدن لباس های گرم ابراز خرسندی می کنند. آنان می گویند که گذشته از این کمک ها در محبس زمینه درس خواندن نیز برایشان فراهم است و مسئولان با آنان رفتاری مناسب دارند. مو خو ډیر خوشاله سول د مرستې سره او مو خو دغه شیان نه درلودل او دلته خو بندیخانه وه او اوس موږ ډیر خوشاله له دې هغه مرستې نه موسسې نه. خدای دې خیر ورته کړي چې موږ ته دغه شیان راوړل. ډیره مننه. الحمدلله له موږ سره په زندان کې د مسؤلینو او د کوم چې پرسنل دی دغه وضعیت له موږ سره ډیر ښه ده. الحمدلله د دیني او عصري علومو زمینه راته برابره کړې ده او کوم استادان چې 4 استادان راته راځي د سواد اموزي او د قاعده د قران کریم د ناظری حتی که د چا قران کریم یادي او حفظ استاد راځي هغه ته خپل دور هم تیرولای شي. مسئولان محبس غزنی می افزایند که در مجموع 570 زندانی که شامل 65 زن و 42 کودک است همکنون در این محبس نگهداری می شوند. قماندانی امنیه غزنی اعلام کرده است که نیروهای امنیتی این ولایت به هدف اجرای فرمان امیرالمومنین حفظه الله روند بررسی و پاکسازی شیشه‌های دودی و وسایط را در سطح شهر آغاز کردند. به گفته مسئولان در جریان این عملیات شیشه‌های دودی برداشته شده و با وسایطی که بدون اسناد قانونی تردد می‌کردند یا مجهز به آنتن‌های نظامی، هارن‌های غیر استاندارد و چراغ‌های لیزری بودند برخورد قانونی صورت گرفته است. این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و نیروهای امنیتی از شهروندان خواستند از استفاده هر گونه تجهیزات خلاف قانون خودداری کنند. و قماندانی امنیه غزنی اعلام کرده است که نیروهای حوزه 4 امنیتی شهر غزنی 2 فرد را به اتهام دست داشتن در قضایای متعدد سرقت بازداشت کردند. بر اساس خبرنامه نیروهای امنیتی روز گذشته یک فرد را همراه با 3 اراده بایسکل و یک دستگاه تلفن که ظاهراً از محل‌های مختلف سرقت شده بود بازداشت کردند. همچنان فرد دومی که متهم است اجناس سرقت شده را از سارق اصلی با قیمت پایین خریداری میکرد نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. قماندانی امنیه غزنی می‌افزاید که سارق اصلی در جریان تحقیقات ابتدایی اعتراف کرده که در 6 قضیه سرقت در منطقه توحیدآباد شهر غزنی دست داشته است. هر 2 فرد بازداشت شده جهت تحقیق بیشتر به مدیریت مبارزه با جرایم جنایی سپرده شدند. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی، مسئولین امنیتی شاهراه این قماندانی یک فرد را همراه با 3 کیلوگرم مواد مخدر در ورودی دروازه شاروالی شهر غزنی بازداشت کردند. مسئولان میگویند که از نزد فرد بازداشت شده 3 کیلوگرم چرس که در داخل یک کارتن جاسازی شده بود به دست آمده. موتر حاملین مواد که نوع 580 بوده از ولایت زابل به سوی شهر غزنی در حرکت بوده است. بر اساس خبرنامه فرد بازداشت شده پس از انجام تحقیقات ابتدایی برای پیگیری بیشتر
به مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه غزنی سپرده شده است. و مسئولان شهروالی غزنی دوشنبه شب از هتل‌ها، نانوایی‌ها و دکان‌های مواد خوراکی در بخش‌های مختلف شهر غزنی بازدید کرد و وضعیت خدمات شهری را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد. هدف این نظارت بررسی کیفیت خدمات و رسیدگی به مشکلات احتمالی عنوان شده است. در جریان این بازدید، شهروال این ولایت وضعیت پاکی هتل‌ها، کیفیت غذا، برخورد کارمندان و رعایت نرخنامه رسمی را به گونه دقیق بررسی کرد و بر تطبیق کامل آن تاکید نمود. همزمان وی از نانوایی‌ها نیز دیدار کرد و وزن و کیفیت نان، نظم کاری و چگونگی رعایت اصول شهرداری را ارزیابی کرد. به گفته مسئولان، نظارت‌های شهروالی تنها به ساعات روز محدود نمی شود، بلکه تیم‌های مربوطه در ساعات شب نیز وضعیت خدمات شهری را بررسی می‌کنند تا کیفیت خدمات پایدار بماند. در هفته روان در 3 رویداد جداگانه ترافیکی در غزنی 2 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. در پی 3 رویداد جداگانه ترافیکی در مربوطات ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی 2 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. این حوادث در ساحات بارانقلعه و موشکی در امتداد شاهراه کابل کندهار رخ داده است. بر اساس معلومات دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه غزنی، نخستین رویداد در ساحه بارانقلعه زمان ثبت شد که یک موتر باربری با یک موتر مسافربری تصادم کرد. در نتیجه این حادثه 1 تن جان باخت و 2 تن دیگر زخمی شدند. حادثه دوم در ساحه موشکی رخ داده است. در این رویداد یک باشنده محل هنگام عبور از کنار سرک با یک موتر مسافربری برخورد کرده و جان باخته است. پس از وقوع حادثه موتر از کنترل راننده خارج شده و واژگون گردیده که در نتیجه آن 1 تن زخمی شده است. سومین حادثه نیز در ساحه بارانقلعه بر اثر برخورد یک موتر باربری با یک موتر مسافربری رخ داده که در آن 1 تن دیگر زخمی شده است. مسئولان محلی میگویند نیروهای امنیتی به موقع در محل رسیده، زخمیان را به مراکز درمانی منتقل کرده و بررسی‌های ابتدایی نشان می‌دهد که بی احتیاطی رانندگان و رعایت نشدن مقررات ترافیکی عوامل اصلی این رویدادها بوده است. و به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی، 3 تن از فروشندگان و مصرف کنندگان مشروبات الکلی در ولسوالی جاغوری این ولایت بازداشت شدند. این افراد که از مدت‌ها زیر نظارت نیروهای کشفی قرار داشتند، روز گذشته در ساحه بازار انگوری ولسوالی جاغوری همراه با 1 بشکه و 2 بوتل شراب، 1 برچه و 1 تفنگ شکاری دستگیر شدند. بر اساس معلومات، یکی از بازداشت شدگان هنگام دستگیری در حالت نیشه قرار داشته است. مسئولان میگویند که افراد بازداشت شده پس از تکمیل بررسی‌ها به نهادهای مربوطه سپرده خواهند شد. و همچنان در هفته روان در نتیجه 2 رویداد جداگانه ترافیکی در ولایت غزنی 1 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی، نخستین حادثه در منطقه سنگ ماشه جاغوری زمان رخ داد که یک موتورسایکل سوار به دلیل بی‌احتیاطی از کتل سقوط کرده و جان باخته است. حادثه دوم در ولسوالی قره‌باغ در مسیر شاهراه کابل کندهار بر اثر برخورد یک موتر باربری و موتر مسافربری به وقوع پیوسته که در آن دریور موتر مسافربری زخمی شده و به شفاخانه ملکی منتقل گردیده است. به نقل از دفتر مطبوعاتی مقام ولایت غزنی، الحاج مولا عبدالصمد جاوید والی غزنی از ریاست‌های احصایه و معلومات و برشناب بازدید نموده و وضعیت کاری این ادارات را از نزدیک بررسی کرد. والی غزنی در نشست با مسئولان و کارمندان بر خدمت رسانی بهتر به مردم، جلوگیری از فساد اداری و رعایت اصول اماراتی و حل به موقع مشکلات مراجعین تاکید نموده و از کارمندان خواست وظایفشان را با امانتداری، صداقت و روحیه اسلامی انجام دهند. و جلسه به ریاست والی ولایت غزنی و با حضور قماندان امنیه، علما، بزرگان قومی و نمایندگان نواحی ششگانه شهر غزنی برگزار شد. هدف این نشست چگونگی تطبیق فرمان شماره 31 امیرالمومنین حفظه الله مبنی بر منع کامل کشت و معامله مواد مخدر بود. در آغاز فرمان مربوطه از سوی ریاست دفتر مقام ولایت قرائت شد. والی غزنی در سخنرانی خود تاکید کرد که مواد مخدر از لحاظ شرعی حرام است و همکاری مردم در جلوگیری از کشت، خرید و فروش آن ضروری می باشد. قماندان امنیه نیز با بیان زیانهای مواد مخدر از مردم خواست تا در اجرای فرمانها همکاری کنند. در پایان نمایندگان نواحی از اقدامات انجام شده استقبال کرده و تعهد سپردند
که این فرمان را به گونه کامل در ساحات مربوطه عملی خواهند کرد. و 4 تن در پایان به فروش مواد مخدر و طراحی سرقت‌ها در غزنی بازداشت شدند. به نقل از خبرنامه قماندانی امنیه غزنی، نیروهای امنیتی حوزه 5 این افراد را در یک خانه واقع در قریه قلعه قدم بازداشت کردند. از نزد افراد بازداشت شده 10 گرم چرس، 15 گرم مواد مخدر نوعی پودر، 5 گرم شیشه و 1 میل تفنگچه به دست آمده است. خبرنامه می‌افزاید که این افراد پیشتر نیز در قضایای سرقت در مربوطات حوزه 5 امنیتی متهم شناخته شده بودند. بازداشت شدگان برای تحقیقات بیشتر به مدیریت مبارزه با مواد مخدر سپرده شدند. و همچنان به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه غزنی، ملا عنایت الله مزمل طی مراسمی با حضور هیئت بلندپایه از قماندانی امنیه غزنی، مسئولان محلی، منصوبین امنیتی و متنفذین محل به حیث قماندان جدید امنیه ولسوالی مقر این ولایت معرفی شد. آقای مزمل پیشتر از این به عنوان آمر حوزه اول امنیتی شهر غزنی انجام وظیفه می‌کرد و از افراد آشنا با مسائل اداری و نظامی دانسته می شود. همزمان با این تغییرات، مولوی عبدالمنان نظیر، قماندان پیشین امنیه ولسوالی مقر، به گونه رسمی به حیث آمر جدید حوزه اول امنیتی شهر غزنی گماشته شد. و پیشتر از این در شماری از ولسوالی های غزنی نیز به عنوان قماندان ایفای وظیفه کرده است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقه‌مندان برنامه نگاه به مطبوعات، این بود از آخرین رویدادها و تحولات اخیر در ولایت غزنی. سر میزنیم به ولایت‌های دیگر کشور. میکائیل تاش، رئیس دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه یعنی تیکا، در بلخ با شیخ شیراحمد حقانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ دیدار کرد. آقای تاش در این دیدار گفت که اداره تیکا تاکنون در ولایت‌های شمالی کشور نزدیک به 700 پروژه به ارزش حدودی 100 میلیون دلار را تطبیق و به بهره برداری سپرده است. رئیس دفتر تیکا در بلخ همچنان با ارائه معلومات درباره بازسازی خانقاه بهاءالدین پدر مولانا جلال الدین محمد بلخی این پروژه فرهنگی را خیلی مهم و حیاتی دانست و اطمینان داد که کار بازسازی آن نیز در آینده نزدیک تکمیل و به بهره برداری سپرده می شود. در همین حال وزیر اطلاعات و فرهنگ از تلاش‌های این اداره در زمینه حفاظت از میراث‌های فرهنگی و مرمت بناهای تاریخی کشور قدردانی کرد و از همکاری کامل این وزارت در تکمیل موفقانه پروژه ها اطمینان داد. گفتنی است که آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه اخیراً آرامگاه سلطان محمود غزنوی در ولایت غزنی را نیز بازسازی کرده است. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند که در سال گذشته در بخش غذا و دوا اصلاحات چشمگیری به میان آمده است. همکارم در مورد گزارش می‌دهد. مسئولان وزارت صحت عامه میگویند در 4 سال گذشته در بخش غذا و دوا تسهیلات زیادی فراهم کردند. معاون بخش غذا و دوای این وزارت در نمایشگاه ملی و بین المللی صحت افغانستان به سرمایه‌گذاران اطمینان داد که از تولید دوا در داخل کشور به طور جدی حمایت می‌کند. در طول 4 سال دوره امارت اسلامی اصلاحات چشمگیر و مؤثری را در سکتور غذا و ادویه اجرا نمودند که به گونه نمونه به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌کنیم. اول، انکشاف قوانین بخش غذا و ادویه مطابق نیازمندی‌های کشور که عنقریب به تصویب نهایی خواهد رسید. همزمان مقامات وزارت صنعت و تجارت و مسئول شرکت نمایشگاه‌های وهاج اظهار داشتند که این اقدام علاوه بر رشد تولید داخلی دوا، روابط میان سرمایه‌گذاران افغان و خارجی را نیز تقویت خواهد کرد. به منظور حمایت از تولیدات داخلی و تنوع تحصیلات تولیدی از طریق تعرفه ترجیحی از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حمایت همه جانبه صورت می‌گیرد. امتیازات و مشوق‌های فوق موجب این شده تا سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیشتر از بیش به سرمایه‌گذاری در کشور علاقه‌مندی خیش را ابراز نمایند. من با معاون صاحب اتاق‌های تجارت که تشریف دارند این پیشنهاد میکنم، پروپوزال هم میدم، 1 نفر نه 100 نفر 200 نفر تجار یک جای شوند و یک شفاخانه مجهز خوب مثل رحمان و اپولو و بازرگانان جو کنند. همچنان سفیر ایران در کابل گفت افغانستان که در حال حاضر در مسیر رشد اقتصادی قرار دارد، با حضور شرکت‌های ایرانی در چنین نمایشگاه‌ها زمینه سرمایه‌گذاری در بخش صحت میان دو کشور فراهم می‌شود. جمهوری اسلامی ایران با 40 شرکت در این نمایشگاه حضور یافته
شرکت‌های حاضر از توانمندترین شرکت‌های حوزه سلامت و دارو در ایران هستند. تلاش این شرکت‌ها برای همکاری با افغانستان مورد حمایت دولت و سفارت جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر شرکت کنندگان تولیدی در نمایشگاه‌ها این گونه برنامه‌ها را در زمینه تولید دوا و معرفی دواهای تولید داخلی به مردم سودمند می‌دانند. محصولات تولیدی افغانستان در سطح بین‌المللی آنقدر معرفی نشده و این نمایشگاه‌ها میتونه یک نقش بسیار ارزنده داشته باشه. ډیر خلک د دې شان څخه خبره دي که چیرې داسې تالارونه یا داسې نمایشګاوې په لاره وګمارل سي ان شاء الله د زموږ د وطنو هر وګړي په دې څخه خبرناک سي. در این نمایشگاه شرکت‌های تولید دوا، شفاخانه‌ها، کلینیک‌ها، لابراتوارها، شرکت‌های تجهیزات و ماشین‌آلات طبی، فابریکه‌های تولید سیروم، بانک‌ها و سایر نهادهای صحی و خدماتی حضور دارند. در نشست کمیسیون تدارکات ملی به ریاست مولا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی ریاست الوزراء 11 پروژه به ارزش 1 میلیارد و 538 میلیون افغانی منظور شد. پروژه های منظور شده شامل بخش نهم تحکیمات یتیم تپه در ولسوالی در قد ولایت تخار، ترمیم رنوی میدان هوایی غور، قراردادهای حفظ و مراقبت میدان هوایی کابل، ساخت بیش از 17 کیلومتر سرک دهنه غوری در بغلان و ساخت سرک زرگران گردیز در پکتیکا می باشد. همچنین خریداری تجهیزات معدنی برای شرکت اماراتی معادن زغالسنگ شمال، خریداری وسایط مورد نیاز شرکت اماراتی افغانتور، ساخت و نصب سب استیشن ها از قره‌باغ و مقر تا شاجوی و قرارداد سروی دیزاین و تست سب استیشن 220 کیلوولت باریکاب ولایت کابل شامل این پروژه ها اند. و مولای امیرخان متقی میگوید برخی حلقات تلاش میکنند تا فضای اعتماد برای همکاری ها میان افغانستان و تاجیکستان را آسیب بزنند. همکارم در مورد گزارش میدهد. وزیران امور خارجه افغانستان و تاجیکستان در یک گفتگوی تلفنی در مورد روابط سیاسی، همکاری‌های اقتصادی، وضعیت مرزی، هماهنگی‌های امنیتی و ابتکارات منطقه‌ای بحث کردند. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر څرګنده کړه چې افغانستان او تاجکستان په وروستیو کې د سیاسي، اقتصادي او امنیتي همکارۍ پر لور د اعتماد فضا رامنځته کړې ده، خو ځینې کړۍ هڅه کوي چې دغه مثبت روان زیانمن کړي. د ښاغلي وزیر له لوري د تاجکستان په خاوره کې وروستۍ رامنځته شوي امنیتي پیښې او د چینایي اتباعو مرګ ژوبله د غندنې او تعصب وړ وبلل شوي او د سیمه ثبات لپاره د ګډو همکاریو پر اهمیت باندې ټینګار وشو. وزیر خارجه تاجیکستان بر روابط تاریخی، فرهنگی و روابط برادرانه دینی میان دو کشور اشاره کرده و افزوده است که تاجیکستان به دنبال تعامل مثبت با حکومت افغانستان است. نوموړي ټینګار وکړ چې تاجکستان له افغان حکومت سره د مثبت تعامل پلوی دی او هغه مغرضې ډلې ردوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خرابي ته لمن وهي. وزیر امور خارجه تاجیکستان این اظهارات را به نفع افغانستان یاد می کند. آگاهان سیاسی می گویند که در شرایط کنونی همه کشورها به شمول تاجیکستان خواهان داشتن روابط سازنده با افغانستان هستند. افغانستان هم غواړي او هغه هیوادونه چې په وچه پورې تړلي دي د منځنۍ اسیا هیوادونه د هغې جملې نه تاجکستان چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې ولرو او پرې نږدو چې نور هیوادونه زموږ په منځ کې د اړیکو خرابولو کوښښ وکړي. خبردار ده چې هم افغان اړخ او هم زموږ تاجک ګاونډیان په دې پوه شوي دي او د دې شریرو کړیو په دې هڅو باور نه کوي او باور ده چې د هڅې به نتیجه هم ورنه کړي. وزیران خارجه افغانستان و تاجیکستان توافق کردند که روابط منظم نیروهای سرحدی، کمیته مشترک همکاری‌های امنیتی و نشست‌های تکنیکی ادامه پیدا کند تا منطقه شاهد افزایش اعتماد متقابل و ثبات باشد. و توقف تجارت میان افغانستان و پاکستان اقتصاد متزلزل پاکستان را به شدت زیر فشار قرار داده و تجارت، تولید و صادرات این کشور را آسیب پذیر کرده است. رسانه‌های هندی گزارش داده که بسته شدن راه‌های تجاری سبب کمبودها، افزایش قیمت‌ها و اخلال در تولید صنایع پاکستان شده، صنایعی که برای واردات و صادرات به افغانستان وابسته بودند. بر اساس گزارش، سمنت و دوا در کنار محصولات زراعتی پاکستان بیشترین آسیب را دیدند. در این گزارش آمده که از زمان بسته شدن مسیرهای تجاری با پاکستان،
افغانستان به صورت به مسیرهای تجاری بدیل از طریق ایران، هند و آسیای مرکزی رو آورده است. و مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء با مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری و شماری از تاجران ملی کشور دیدار کرد. معاون اداری رئیس الوزراء در این دیدار با اشاره به نقش تاجران و سرمایه‌گذاران در پیشرفت کشور گفت که امارت اسلامی زمینه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صادرات، کارخانه‌های تولیدی و استخراج معادن را فراهم کرده است. آقای حنفی از تاجران ملی خواست تا با استفاده از فرصت‌های موجود در توسعه و آبادی کشور بیشتر از پیش سهم بگیرند. در همین حال مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفتند که امارت اسلامی با حمایت از تاجران و سرمایه‌گذاران امنیت آنان را تامین کرده و این امر سبب تشویق و دلگرمی تاجران به سرمایه‌گذاری در کشور شده است. آنان از مسئولان امارت اسلامی خواستند تا در زمینه حمل و نقل اموال تجارتی و راه‌های مواصلاتی توجه ویژه کنند. جین گونال سفیر ترکیه در کابل در رأس یک هیئت از موزیم ملی افغانستان بازدید کرد. سفیر ترکیه در جریان این بازدید گفته که موزیم‌ها نقش مهمی در تقویت روابط فرهنگی و گسترش دانش داشته و به عنوان نهادهای پویا در توسعه تعاملات بین المللی شناخته می‌شوند. آقای گونال و هیئت همراهش از آثار تاریخی، فرهنگی و نمایشگاه‌های مختلف موزیم دیدن کرده است. از سوی هم مولوی صبغت الله عابد رئیس موزیم ملی نقش این موزیم را در نگهداری هزاران اثر ارزشمند تاریخی و فرهنگی برجسته عنوان کرده است. شنونده ها و علاقمندان برنامه نگاهی به مطبوعات، این بود از آخرین داشته ها و تحولات اخیر ولایت غزنی و کشور. سری به چند رویداد خارجی میزنیم. رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که در پی تیراندازی در یک گردهمایی خانوادگی در شهری استاکتون در شمال ایالت کالیفرنیا دست کم 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقام‌های ایالتی اعلام کردند که این تیراندازی در یک سالن ضیافت رخ داده و نوجوانان نیز شامل قربانیان میباشند. و در هفته روان در پی آتش‌سوزی گسترده در هنگ کنگ چین بیش از 130 تن کشته و 200 تن دیگر ناپدید شدند. بر اساس گزارش این آتش‌سوزی روز چهارشنبه هفته گذشته در یک مجتمع مسکونی در شمال هنگ کنگ رخ داده است. بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی در پی سیلاب‌های اخیر و رانش زمین ناشی از طوفان‌های شدید استوایی و باران‌ها در اندونزیا، سریلانکا و تایلند تاکنون 1250 تن جان باخته و شمار زیادی هم ناپدید شدند. بر اساس گزارش‌ها این سیلاب‌ها و رانش زمین بسیاری از شهرها و روستاهای سریلانکا، تایلند و جزیره سوماترای اندونزیا را زیر خاک کرده است. شنونده های رادیو ملی غزنی و علاقمندان برنامه، این بود از آخرین داشته ها و رویدادهای اخیر غزنی، کشور و منطقه. امید است که تا این لحظه ما را همراهی کرده باشد. تا برنامه بعد که بازم من حسب العابد در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. شما را به خداوند به همتا و مهربان میسپارم. پیروز، شادمان و کامگار باشین. الله نگهدارتان. نگاه به مطبوعات. نگاه به مطبوعات. برنامه گزارشات مهم یک هفته. در این برنامه گزارشات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی یک هفته غزنی، افغانستان و جهان را شنوا باشید. این برنامه را روزهای پنجشنبه ساعت 8 صبح و تکرار آن را ساعت 6 شام همین روز از رادیو ملی غزنی فراموش نکنید. نگاه به مطبوعات.